بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با سلام خدمت همه شما بینندگان محترم که از هر جای دنیا بیننده این ویژه برنامه هستید. ویژه برنامه‌ای در مورد خیزش 100,000 نفری مردم زاهدان و کشتار نمازگزاران در زاهدان، در سراوان و خیزش در ایران شهر و شهرهای مختلف بلوچستان. همانطور که میدونید که یک ماه از کشتار وحشیانه و بیرحمانه زاهدان که در 8 مهر ماه صورت گرفت گذشت، اما رژیم به جای این که به خواسته به حق مردم بلوچ و ملت بلوچ در واقع جواب بده، نه تنها جواب نداد، امروز هم دست به کشتاری دیگر زد. در کنارش میبینیم که اقوام مختلف و طوایف مختلف بلوچ و علمای سرشناس اهل سنت چه در بلوچستان و چه در خارج از بلوچستان مثل کردستان و خراسان و بقیه مناطق استان گلستان و مناطق اهل سنت نشین، همهشون با مولانا عبدالحمید اظهار حمایت و همبستگی کردند و طوایف بلوچ، سران طوایف بلوچ یکی بعد از دیگری اومدند خدمت مولانا عبدالحمید و اعلام همبستگی و بیعت با مولانا عبدالحمید کردند. و روز گذشته هم حافظ عبدالغفار نقشبندی، این عالم جوان و شجاع اهل سنت بلوچ، هم صراحتاً اعلام کرد که علمای ما اعلام کنند که با ما هستند، با ملت هستند یا با ملت نیستند. و برای همین هم اعلام کردم که تا زمانی که همه خواسته های ما برآورد نشه و خون این جوانان کشته شده پایمال شده، ما در هیچ یکی از جلسات دولتی مشارکت نمی کنیم و به حق هم که مشارکت نمی کنند. و اگر یک ملای درباری و که با سپاه و با اینا رابطه داره در این جلسات مشارکت کنه، خود مردم و ملت اهل سنت، ملت اهل سنت و ملت بلوچ، اونا لعن و نفرین میکنند و اونا از خودشون نمیدونند. در این برنامه، در ابتدای برنامه با من همراهی میکنند جناب آقای عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ، و جناب آقای بهرام خان میرلاشاری. من خدمت هر دو مهمان بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتان و در ادامه برنامه هم مهمانای دیگه‌ای داریم که در طول برنامه ما را در این برنامه همراهی می‌کنند. ابتدا پیش از این که برنامه شروع بشه، من میخوام گزارشی در این مورد، در مورد کشتار امروز، اعتراضاتی که در کجا اعتراض شده داشته باشیم با جناب آقای عبدالله عارف، چون در جریان این موضوعات هستند و هم ارتباط دارند با مردمان بلوچ در زاهدان و سراوان و بقیه مناطق. جناب آقای عبدالله عارف، یک گزارشی به ما بدید که امروز چی شد، اعتراضات و جمعیت مردم زاهدان چقدر تخمین زده میشه که امروز در اعتراضات شرکت کردند و تا الان چند کشته و زخمی داشتیم، چه در زاهدان و چه در بقیه شهرها؟ عرض سلام خدمت شما و جناب میرلاشاری عزیز و بینندگان گرامی برنامه. حقیقتا همونجور که ما شاهد بودیم، از سراسر استان مردم اومدن، از 2-3 روزه که از سراسر استان داشتن می اومدن به طرف زاهدان که به اصطلاح اعلام حمایت بکنند از مولوی. و حتی تا دیشب کل ورودی های زاهدان ترافیک سنگینی بود، مردم از اطراف می اومدن که در نماز جمعه امروز شرکت بکنند و حمایت خود را از مولوی و از موضع گیره های مولوی انجام بدن. خاطر همین ما تخمین میزنیم حداقل بیش از 100,000 نفر نمازگزار در مصلای جمعه جمع شده بودند و این تعدادم دوباره تظاهرات کردند و در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و در خیابان‌های زاهدان دست به تظاهرات زدند و شعار میدادند که خواسته های خودشون رو بیان میکردند. همه این جمعیت که میشه گفت بزرگترین جمعیتی است در واقع تا حالا، از 40 روز قبل که تظاهرات سراسری شروع شده تا الان در زاهدان این جمعیت بیشترین تجمعی هست که انجام گرفته.
مولوی عبدالحمید در واقع موضع گیری خیلی روشن و شفافی داشتند. دیروز ما شاهد این بودیم که شورای تأمین استان بیانیه صادر کردند، ولی مولوی با قاطعیت این بیانیه رو رد کرد و اونو کافی ندونست. در واقع این بیانیه یک سرپوشی بود و این بیانیه در واقع فقط به خیال خود میخواستن که وضعیت رو کاملا به اصلاح آرام بکنند، اما مولوی این بیانیه رو با قاطعیت رد کرد و دیدیم که گفت کفایت نمیکنه و کافی نیست. حق حقوق مردم بلوچ، خونهای ریخته شده، خیلی بیشتر از این یک بیانیه ساده هستش. وقتی که مردم در خیابان ها اومدند به صورت خیلی مسالمت آمیز، گرچه مولوی هم تأکید داشتند که به صورت مسالمت آمیز خارج بشن و مردم به صورت مسالمت آمیز شعار میدادند، نه اسلحه‌ای در دستشون بود، فقط با مشت‌های گره کرده شعار میدادند که نیروهای نظامی به طرف اونها تیراندازی کردند. متاسفانه یک کودک 12 ساله کشته شد، در سرش شلیک شده. تا حالا گزارش هایی که رسیده تقریبا بیش از 10 نفر زخمی شدند، گرچه 2 نفر کشته شدن 2 نفر تأکید شده، اما بعضی از گزارش های محلی میگن که تا 6 نفر هم از شهروندان کشته شدند، شهروندانی که فقط داشتن شعار میدادن، اسلحه‌ای دستشون نبود. نکته که قابل اهمیت هستش، ما امروز بازم در این تظاهرات ها دیدیم لباس شخصی هایی که با لباس بلوچی در اطراف مسجد مکی در کنار نیروهای نظام وایساده بودند و اسلحه به دست بودند. همین لباس شخصی هایی که به اصطلاح به طرف مردم تیراندازی میکردند، اموال عمومی رو به آتش میکشیدند و خرابکاری میکردند تا به نام مردم تمومش بکنند. امروز مردم زاهدان نشون دادند که به صورت کاملا مسالمت آمیزی مطالب خود رو بیان کردند، اما دولت داره سرکوب میکنه. تا الان خیابان‌های زاهدان شلوغ هست و همچنین شاهد هستیم که در سراوان در داخل مسجد تیراندازی کردند به طرف نمازگزاران و گاز اشکاور پرتاب کردند که یک دختر 15 ساله و یک زنی تنگی نفس داشتند و زخمی شدند و همچنین تعدادی از تظاهر کنندگان سراوانی زخمی شده اند و توسط دولت دستگیر شده اند و هنوز هیچ سرنوشتی از وضعیت آنها وجود نداره. و در ایران شهر هم مردم میبینیم که اومدن اعتراض کردند. دولت هر چه سرکوب بکنه، دولت هر چند هم بکشه از شهروندان رو، با آن تعداد زیادی از شهروندانی که در جمعه خونین کشت، ولی بازم امروز شاهد اتحاد، همبستگی و گسترش این تظاهرات هستیم. مردم از مرگ ترسی ندارند و مولوی الان کاملا در صف مردم هست و خواسته های مردم رو بیان میکنه. بسیار ممنون و متشکر جناب آقای عبدالعارف. با ما همراه باشید، برمیگردیم به شما. من چند تا از کامنت های بینندگان رو در یوتیوب برای شما میخونم. این برنامه به صورت زنده در یوتیوب هم داره پخش میشه و دوستان کامنت هایی گذاشتند. یکی از بینندگان برای ما نوشته سلام داده، یا الله مدد، آقای ناروی هستند و یه برادری دیگه به نام عقیل هم تشکر کرده. یکی دیگر از بینندگان نوشته از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، همه ایران سرای من است. و یکی دیگر از دوستان نوشته بلوچم جانم فدای ایران. و یکی از دوستان نوشته درود بر شما آقای ملازعی و مهمانان عزیز. یه دوست دیگه هم نوشته سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. یکی دیگر از دوستان هم نوشته همه ایران جانم فدای ایران، همه ایران سرای من است. و یکی دیگر از دوستان هم نوشته کشته و زخمی زیاده تا دلتون بخواد، با کمال تعصب. راست هم میگن، چون گزارش ها بعضی وقتا دیر به دست ما میرسه که بدونیم کشته و زخمی ها چقدر هست. جناب آقای میرلاشاری، من صحبت های شما و تحلیل شما را میشنوم. ضمن این که سوال من از شما این است که چه انتظاری از سران طوایف و کسانی که به اصطلاح طوایف را رهبری می کنند و قبیله ها را رهبری می کنند، از اینها چه انتظاری باید داشت در این مواقع؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت آقای عارف گرامی.
اکرم خدمت شما. ما انتظار ما همینه که هم فکر میکنم انتظار ما هم به قول معروف کامل شد با این هجومی، با این همبستگی که سران بلوچستان، رهبران مذهبی بلوچستان و به حساب سردارا یا ریش‌سفیدان منطقه از هر کجا وقتی که آمدن در این موقع حساس با مولوی عبدالحمید همبستگی خود را اعلام کردند، این خودش به قول معروف نشانه است که نشون دادن برای حکومت که بلوچستان به اون صورت که اونا حساب کردن نیست و این چیزی است که 43 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره. البته بلوچستان منتظر این بودند که امروز نه فردا شاید وضعیت بهتر بشه، ما مردم بلوچستان صاحب نون و آبی بشیم، صاحب یک عزت و حرمتی بشیم، ولی متاسفانه نه، ما صاحب هیچی نشدیم. همش فقط ما کشته دادیم، کشته شدیم، از کنم خدمت شما، از بین برده شدیم یا به زندان انداخته شدیم. ولی الان فکر میکنم با این مسئله که در زاهدان در جامعه خونین به پیش آمد، مردم بلوچستان ثابت کردن برای جمهوری اسلامی و الان جمهوری اسلامی خودش متوجه هست. حتی همون رهبر انقلاب جمهوری اسلامی الان با خبر شده که بلوچستان اگر بخواد تکان بخوره به قول معروف اون دیگه جلو گرفتنش خیلی مشکله، با اینکه الان میدونستند که تو این جمعه امروزی که به حساب نماز جمعه برقرار میشه و مردم از تمام نقاط بلوچستان بلند میشن میاد، با اینکه تمام راههای ورودی زاهدان را مسدود کرده بودند ولی نتونستند جلوی مردم را بگیرند. مردم آنچنان هجوم آوردند که اونا از جلوگیری اونا به قول معروف جایی نرسید و الحمدلله آمدند. البته با اینکه ما امروز شاید 10 کشته و بیش از 20 تا 30 تا زخمی هم داریم، ولی به هر حال این باعث خوشحالی ماست که این تجمعی که مردم بلوچ کردن این باعث افتخار است که حداقل حکومت جمهوری اسلامی و کشورهای به حساب اروپایی یا جاهای دیگه که هستن میدونند، متوجه شدند که اگر مولوی عبدالحمید به قول معروف حرکتی بکنه، بخواد مسئله ای رو به وجود بیاره، مردم پشتش هستن و این باعث افتخار ماست که امروز این تجمع در زاهدان صورت گرفته. با اینکه ما کشته دادیم، با اینکه این بچه کوچک از ما کشته شده که به قول معروف با تیر مستقیم به سرش اصابت کرده و در گذشته شهید شده، هم بقیه از به همین صورت در سراوان همینطوری که برادرمان جناب عارف فرمودند در زاهدان هم تجمعی در مساجد برقرار شده که متاسفانه مسجد محاصره کردند، گاز اشک‌آور تیراندازی کردند، بالاخره یه تعداد زیادی رو از سراوان دستگیر کردند. هنوز همون را معلوم نیست، به حساب سرنوشتشون معلوم نیست چه شده چی نشدن. ولی به هر حال با حرکت مولوی عبدالحمید و مولوی نقشبندی جوان که واقعا شیر مادر حلالش باشد که این به حساب جرأت رو به خودش داد، از اوایل این مسئله که در چابهار پیش آمد اولین کسی بود که مولوی نقشبندی به قول معروف این مسائلی که به حساب وجود آورده بود برای دختر چابهاری اینو برملا کرد و از حکومت به قول معروف در مقابل حکومت واسطات و دیروز هم خودش مستقیم اعلام کرد اگر هر یکی از رهبران مذهبی اگر در جلسه ای از حکومت یا به حساب مسائلی باشه، نباید در اون جلسه مولویا یا رهبران مذهبی ما یا به حساب معتمدین بلوچستان در آن جلسه ها شرکت بکنند. برای همین هم با اینکه جلسه ای گذاشته بودند با قول معروف حکومت الان به حساب اینکه
فرمانده انتظامی اونجا رو برداشته، یا نمیدونم اون یه فرمانده دیگه هم از سپاه رو برداشتند که شاید مردم رو این حساب ساکت بکنند، ولی نمیدونست که 100 نفر به بالا ما شهید دادیم، 400-500 نفر زخمی و تیر خورده اند. اونا هم معلوم نیست که زندگیشون به چه صورت باشه. با این تمام تفاصیل اون میخواد ما رو به این راضی بکنه که فرمانده سپاه یا فرمانده به حساب نظامی زاهدان رو برداشته. نه جناب آقای رهبر، شما در اینجا در اشتباهید. بلوچ عزت میخواد، بلوچ حیثیت میخواد، بلوچ شرف میخواد که متاسفانه شما همیشه به جای این تمام به حساب چیزی که من عرض کردم برعکس انجام دادید و الان هم نتیجهش رو دارید میبینید که بلوچ همه اتحاد شدن، بلوچ ها همه جمع شدن و از این بدتر هم حالت به حساب بلوچستان بدتر خواهد شد و این جمعیت مطمئن باش اگر امروز 100,000 نفره ولی فردا شما ببینید همین بلوچستان میلیون ها مردم جمع میشن و علیه شما شعار میدن. بسیار مگه اینکه حق حقوقی که در شأن بلوچ هست باید داده بشه، در غیر این صورت بلوچستان به صورت اولی که شما دلخواه شما باشه بر نخواهد گشت. بسیار ممنون و متشکر. من چند تا از کامنت های بینندگان را که در یوتیوب گذاشتم میخونن و اتاق فرمان اگر کلیپ حافظ عبدالغفار نقشبندی که صحبت کردن آماده بشه که بعدش پخش کنیم، همچنین کلیپ حمایت مولانا قلندرزهی، مولانا محمد عثمان امام جمعه خاش هم که امروز صحبت کردن و حمایت کردند اگه آماده بشه که پخش بشه. من چند تا از کامنت های بینندگان رو میخونم. یکی از بینندگان نوشته بلوچ قهرمان. یکی از بینندگان برای ما نوشته امروز بلوچ و لور و کرد و ترک همه با هم باشند. و یکی دیگر از بینندگان نوشته بلوچ ها که اسلحه دارند چرا جوابی نمیدهند نیروهای سرکوب. و یکی دیگر از بینندگان نوشته سلام بلوچم جانم فدای ایران، لطفاً بخونید. یکی دیگر از بینندگان هم نوشته بلوچ، لور، کرد، عرب، ایران آزاد. یکی دیگر از بینندگان نوشته کردم جانم فدای ایران و کردستان و بلوچستان. یکی دیگر از بینندگان نوشته تا الان 15 تا شهید دادیم، زاهدان، بلوچستان، تمام ایران تسلیت. یکی دیگر از بینندگان نوشته که همه جای ایران سرای من است، ما هستیم تا سرنگونی این رژیم. یکی دیگر از بینندگان هم نوشته همه اقوام ایرانی جانم فدای رهبرم مولانا عبدالحمید. این کامنت یکی دیگر از بینندگان هست. یکی دیگر بینندگان سلام کرده و میریم. این بیننده هم نوشته ما هم جانمان فدای کردستان، مردم با غیرت. امیر در جواب اون بیننده ای که در مورد بلوچستان نوشته بود، این بلوچ هم جواب داده. یکی دیگر از بینندگان نوشته که عرب بلوچ و یک قلبی فرستاده. یکی دیگر از بینندگان نوشته جانم فدای رهبر عزیزمان شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله. یکی دیگر از بینندگان نوشته سلام خسته نباشید، به شبکه کلمه به امید الله آخوند باید از روی زمین محو شود به امید آزادی ملت ایران. آقای فرهاد ریگی هم نوشته که جانم فدای مولانا. آقای امیر حسین هم نوشته جانم فدای مولانا عبدالحمید. یه بیننده دیگه هم نوشته فراموش نخواهیم کرد کدام سردار از ملت حمایت کرد و کدام از سپاه. در ادامهش هم کامنت ها خیلی زیاده. من در ادامه برنامه بقیه کامنت های بینندگان محترم را بخونم. اگر کلیپ آماده است اتاق فرمان میتونید پخش کنید. کلیپی که من فرستادم متعلق به مولانا قلندرزهیه، این هم پخش کنید. خب کامنت های بینندگان. یکی دیگر از بینندگان نوشته که با هر دین و مذهب باید علیه خامنه‌ای قیام کنید، ظلم پایدار نخواهد ماند. یکی دیگر از بینندگان نوشته جانم فدای شیخ الاسلام. و یکی بینندگان نوشته به سمت آزادی، به مردم بگید به زندان ها حمله کنند. این کامنت یکی دیگر از بینندگان هست.
یکی از بینندگان نوشته آقای ناروی خیابان رسالت درگیری شدید هست. زنده باد بلوچستان. کامنت یکی دیگر از بینندگان هست. یکی از بینندگان نوشته با هر دینی و مذهب باید علیه خامنه‌ای قیام کنید، ظلم پایدار نخواهد ماند. حالا این کلیپ رو ببینیم با هم، بعدش برمیگردیم با مهمانان. ما شما را آفرین میگوییم، آفرین میگوییم ملت بلوچستان را، اهل سنت بلوچستان و اهل سنت کشور را که همه اعلان همراهی و اظهار محبت و تجدید پیوند خود را با حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحمید امام جمعه محبوب اهل سنت زاهدان تکبیر دینی اهل سنت و شخص مدیر و مدبر و دانشمند و انشاءالله ثابت قدم و امانت دار شیخ الاسلام امین همه ما هست و مورد اعتماد همه ملت و اهل سنت بوده و هست. دوستش داریم، همه دوست دارن و الان عاشقانه و کاملا سرشار از محبت و اراده و اراده به او شهر شهر، قوم قوم، جماعت جماعت، گروه گروه به ملاقاتش میروند و میگویند ما با جان و مال در کنار تو هستیم، در خوشی و در سختی همراه تو هستیم، وفادار به اسلامیم و با علمای دین و علمای اسلام که با امانتداری امامت میکنند. آنکه امام شماست باید امین دین شما و عقیده شما و مرام شما و دیدگاه شما باید باشد و زبان شما هم باید باشد. این تریبون امانته و این زبان ملت هست. بله، صحبت‌های مولانا محمد عثمان قلندرزی امام جمعه مردمی خاش را شنیدیم که حمایت کرده بود از مولانا عبدالحمید و اعلام همبستگی کرده بود. الان صحبت‌های حافظ عبدالغفار نقشبندی هم آماده است که روز گذشته در مسجد مکی زاهدان به همراه یک هیئتی از علمای سرباز راست تشریف بردن اونجا و چند دقیقه اونجا صحبت کردن. این کلیپ را با هم ببینیم. از تمامی علمای بلوچستان و اهل سنت می‌خواهیم که اگر مسیر خودشان را، راه خودشان را مشخص کنند، صفشان را مشخص کنند، در کنار مردم زاهدانند یا علیه مردم زاهدانند. هر کسی که در هر جلسه‌ای شرکت کند، مادامی که خون ما گرفته نشده، هر کسی که در هر جلسه‌ای شرکت کرد او خائن به جوانان زاهدان. بله، اینجا هم مشخص شد و در جمع شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حافظ عبدالغفار هم اعلام کردند که هر ملایی که در جلسه دولتی ها مشارکت داشته باشد اون خودش سفاهی و با دولت است و در این هیچ شکی نیست. برمیگردیم به مهمانان برنامه. جناب آقای عبدالله عارف، با وجود کشته هایی که امروز ما دیدیم، متاسفانه بعد از جمعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه، امروز هم دیدیم که یک جمعه خونینی دیگر در زاهدان
به وجود آمد و کشتاری دیگر انجام شد که دیدیم کودکانی هم کشته شدند که متاسفانه ما به خاطر اینکه تصاویری هست که بعضی از عزیزان شاید مشکل و ناراحتی قلبی دارند و نتوانند ببینند، ما نمیتوانیم در تلویزیون یا آنها را پخش کنیم. کودکی که آغشته به خون هست. من میخوام از شما سوال کنم، پیش بینی شما در مورد موضع‌گیری شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید چیست؟ چه موضع‌گیری میکند به نظر شما و چه انتظاری از رهبر اهل سنت داریم که موضع‌گیری داشته باشم که به حق هم موضع‌گیری حق و قوی داشتن تا الان؟ جناب آقای عبدالعارف صدای شما بسته است، باز کنید لطفاً. جناب آقای عبدالعارف صدا را باز کردید، باز بسته شده، فکر کنم باز نیست الان. الان بازه، بفرمایید. ظاهراً مشکل داره. تا این مشکل حل بشه من چند تا کامنت بینندگان محترم را بخونم. یکی از بینندگان نوشته: سلام، بعضی مردم فکر میکنند که تمام بلوچ ها اسلحه دارند، عزیزان فقط بسیجه ها اسلحه دارند که با حکومت هستند. یکی از بینندگان هم نوشته که مولانا زنده باد. یکی از بینندگان درخواست داشته که معترضان دوربین های مدار بسته را از کار بیاندازند و یکی دیگر از بینندگان کامنت زده: درود بر بلوچستان شیردل و مظلوم. یکی دیگر از بینندگان نوشته: قصه نخورید عزیزان، به زودی ایران خواهد شد، امیدواریم که چنین باشد. یکی دیگر از بینندگان نوشته: از سراوان تا تهران و کردستان جانم فدای ایران. یکی دیگر از بینندگان هم برای ما نوشته که جانمان فدای سرورمون عبدالحمید، ولی حیف چابهار بلند نشد و نمیتونیم بریم زاهدان، ولی همچنان منتظریم که چابهاری هم شروع کنند انقلاب را. یکی دیگر از بینندگان نوشته که به مردم بگید که به صدا و سیما حمله کنند. یکی دیگر از بینندگان تشکر کرده از شبکه کلمه، سلام بر شبکه جهانی کلمه. و یکی دیگر از بینندگان نوشته: نوکرهای پوتین بروند پیش اربابشان. یکی از بینندگان چند تا کامنت زده به امید آزادی. و یکی از بینندگان نوشته: مولانا زنده باد، مولانا زنده باد، به امید آزادی، الله اکبر. همین بیننده هست که زیاد نوشته همین جمله مولانا بس آزادی را. الان مشکل رفت شده اتاق فرمان. جناب آقای عبدالعارف سوال منو متوجه شدید یا باز تکرار کنم؟ بله. بفرمایید. بله سوال شما متوجه شدم. بله، حقیقتا از روز 3 سپتامبر که جمعه خونین بود و صدها نفر زخمی و کشته شدند، موضع‌گیری جناب مولوی یک موضع‌گیری خیلی قوی و شفاف بود. حقیقتش مردم نه تنها در استانستان و بلوچستان بلکه در سراسر ایران از موضع‌گیری جناب مولوی خوشحال شدند و ابراز امیدواری کردند و موضع‌گیری مولوی در واقع برای خود رژیم شوکه کننده بود و ناراحت کننده بود. برای همین ما دیدیم یک هجوم خیلی وحشیانه‌ای در رسانه ها از کیهان گرفته تا اکانت های توییتر وابسته به جمهوری اسلامی تا مسئولین و سپاه و همچنین دفتر رهبری کلا بر علیه مولوی موضع‌گیری کردند. حتی به اندازه‌ای که آیت الله مؤمنی که یکی از مدرسین حوزه قم هست علنا بلوچ ها را و سنی ها رو تکفیر کرد و اونها رو جایز القتل دانست به خاطر اینکه مولوی با مردم موضع‌گیری کرده و در کنار مردم بوده. به همین خاطر ما امیدوار هستیم که مولوی بر همین موضع‌گیری بمونه و بلکه قوی‌تر هم موضع‌گیری بکنه و خیلی شفافتر هم از این هم که هست موضع‌گیری هم بکنه. مولوی
تا جایی که امکان داره سعی میکنه که خون بیشتر از مردم ریخته نشه. این رژیم متاسفانه انسانیت نمیشناسد، به صورت وحشیانه عمل میکند. برای اون این کودک 12 ساله یا پیرمرد یا هر شخص دیگه‌ای براش فرق نمیکنه و تیراندازی میکنه و اونا رو میکشه. چه مولوی به صورت خیلی میانه رو موضع گیری بکنه و خیلی به صورت آروم موضع گیری بکنه و چه اینکه کاملا به صورت شفاف و واضح موضع گیری بکنه، دولت سیاستش در قبال مردم بلوچستان و معترضین بلوچ تغییر نخواهد کرد. ما امید داریم که مولوی از جناب عبدالغفار نقشبندی که یک روحانی جوانی هست در کنار خودش داشته باشه. عبدالغفار نقشبندی در خیلی از مواضع و خیلی از قضایا در بلوچستان کاملا نشان داد که در واقع از حق مردم دفاع میکنه، اگرچه این دفاع کردن به قیمت جانش، به قیمت جایگاهش و به قیمت به اصطلاح همه چیزش تموم بشه، ولی از گفتن حق عدول نمیکنه و در کنار مردم هست و مسائل مردم رو مطرح میکنه. در همچین روزهای سختی، در همچین وضعیت وحشتناکی، مولوی نیاز داره که اشخاصی همچون عبدالغفار نقشبندی در کنار اون باشند و به مولوی هم کمک خواهند کرد در واقع و پشت مولوی و در کنار مولوی میتونند موضع گیری‌های خیلی قوی‌تر و بهتری داشته باشند و ارائه بکنند. بسیار ممنون و متشکر جناب آقای عبدالعارف. جناب آقای میرلاشاری، الان آبان ماه هست و امروز هم کشتاری صورت گرفت، یک ماه پیش هم کشتاری هم داشتیم. من الان یاد 14 آبان ماه افتادم که در سال 92 16 زندانی بلوچ متاسفانه نصف شب از خواب بیدارشون کردن، انتقام جویانه اعدامشون کردن. اما دیدیم تا امروز به هیچ نتیجه خانواده هایشون نرسیدن، حتی جنازه ها را به خانواده ها تحویل ندادن و اون زمان هم به اصطلاح مسئله خیلی بالا هم نرفت، حتی رسانه ها هم زیاد نپرداختند. من میگم اگر شما در این مورد میخواهید صحبتی داشته باشید، 14 آبان ماه 92 که یه اعدام انتقام جویانه 16 زندانی بلوچ از خواب بیدارشون کردند و بردند همه را اعدام کردند و جنازه‌ای به خانواده هم تحویل ندادند. منظورم اینه که این ظلم بر ملت بلوچ از ابتدای انقلاب بوده و تا امروز ادامه دارد و فقط ما الان میبینیم که همه رسانه ها هم دارن پوشش میدن این را و شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید هم خیلی موضع گیری قوی داشتن. در این مورد صحبت های شما رو میشنویم. عرض کنم خدمت شما، جمهوری اسلامی جناب مولازی چیز واضحی است، نه این 16 نفری که در اون سال از شبانه اینا رو اعدام کردن. جمهوری اسلامی از روزی که به وجود آمده تو ایران این قتل عام رو در بلوچستان راه انداخته. برای اولین بارش هم نبوده و برای آخرین بارش هم نبوده. شما خودتون در جریانید که این هر زمانی که جمهوری اسلامی و اگر در یه استانی دیگه قول معروف یه مسائلی پیش آمده، اینا به خاطر اینکه زهر چشم مردم بگیرن می آمدن بلوچستان قتل عام می کردن که شاید اصفهانی به ترسه یا مشهدی به ترسه یا شیرازی یا نمیدونم عرب یا کردا به ترسن. این اصلا کارشون همین بوده و الان هم به همین صورت اونا میخوان ادامه بدن، ولی انشالله موفق نخواهند شد. الان دیگه بلوچستان مردمش بیدار شدند و از حق حقوقشون دفاع خواهند کرد و اونطوری که شاید باید که اونا دلشون بخواد، با امید خدا دیگه بلوچستان به اون صورت پیش نمیاد برایشون و دیگه اون قتل عاما نخواهد شد و انشالله جلوی این مسائل گرفته خواهد شد، برای اینکه الان میدونند که بلوچستان به پا خواسته. الان ببین مسئله
امروزش که به حساب میدونستند که امروز مردم بلوچستان جمع میشن اعلام همبستگی میکنن، جمهوری اسلامی عین همون زمانی که به حساب مرزهای عراق و ایران که به حساب از هر طرف لشکرکشی میکرد با توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر میرفت به حساب جلوی لشکریان صدام، بلوچستان و زاهدان و در حال حاضر به همون صورت اگه شما متوجه باشی این دیروز پریروز چندین دستگاه ماشین جنگی به اضافه به حساب او پرسنل هایی که هستن از استانه های همجوار وارد زاهدان کرده که میخواد به حساب اونا که اینجا میخواد قتل عامی رو راه بندازه. ولی وقتی که مردم بلوچستان رو دید که الان با یه صدای رهبران مذهبی ما صدها هزار نفر جمع شدند و تمام خیابانه های زاهدان مسدود شدند از جمعیت و مسلما اون البته کاری که باید کرد انجام داد. ما الان در حدود 7-8-10 نفر کشته دادیم، یعنی تا حالا اطلاعی که به این صورت به ما رسیده حتما از این بیشتر هم هستن و 10 نفر زخمی و تیر خورده‌اند. البته جمهوری اسلامی از اینکه بیگناه ها رو در سال 98 یا سالهای گذشته انجام داده و هر زمانی براش اقتضا بکنه برای مردم بلوچستان کوتاهی نخواهد کرد. 16 نفر 20 نفر 30 نفری محاله. وقتی یه نفر یه دولتی بیا 100 خورده این نفر رو در یک جا قتل عام بکنه یا مثلا 300-400 نفر دیگه زخمی، یعنی در مجموع 400-500 نفر در یه روز جمعه قتل عام میکنه، این دیگه رحمی برای این ملت نداره. همینطوری که اون آقای آیت اللهی که میگفت که آقا بلوچا به قول معروف یا مولوی عبدالحمید حقش به حساب قتل عامه، اینا کافرن، اینا نمیدونه فلانه. به هر حال جمهوری اسلامی با کینه‌ای که نسبت به بلوچستان داره به حساب بلوچ بودن و سنی بودنشون، هر زمانی اگر براش امکان داشته باشه کوتاهی نخواهد کرد. بسیار ممنونم. امیدواریم که دیگه به اون صورت پیش نیاد، بلوچستان متحد خواهد شد. البته ما الان از تمام قشرها مخصوصا از مولوی عبدالرحمن صاحب بزرگوار از اون تقاضا داریم ایشون هم باید بیاد هم بستگی خودشون رو با مولوی عبدالحمید و مولوی نقشبندی اعلام بکنه. تمام این بزرگواران ریش سپیدان تمامشون اتحاد باشند تا این شر این ظالم از سر ما کوتاه بشه. بسیار ممنون و متشکر. البته شما اسم مولوی عبدالرحمن چابهاری را آوردید. امروز در خطبه های نماز جمعه امروز اعلام همبستگی خودشون را با مولانا عبدالحمید اعلام کردند و صراحتاً گفتند که من امروز قصد سخنرانی نداشتم، اما به خاطر جمعه خونین زاهدان اومدم تا اون را محکوم کنم. جناب آقای عبدالرؤوف ملازی هم به ما پیوستند. من خدمت جناب آقای ملازی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب آقای ملازی، شما اگر جدیدترین گزارشی در مورد کشته و زخمی های زاهدان دارید بفرمایید. ضمن این که تحلیل شما را در این مورد میشنویم که دیدیم که یک ماه پیش هم بیش از 100 نفر در زاهدان کشتار شدند متاسفانه و بیش از 300 نفر زخمی شدند و امروز هم دیدیم که همین کار متاسفانه انجام شد. و چرا در حالی که این همه واکنش داشت، در حالی که مولانا عبدالحمید خیلی قوی ایستادند اینجا، اما دیدیم امروز هم این کشتار صورت گرفت؟ صدایتون را باز کنید جناب آقای ملازی. آقای ملازی، من صدای شما رو ندارم. بفرمایید الان. جناب آقای ملازی، صدای من ندارید؟ بله، من صدای شما رو دارم. صدای شما هست، بفرمایید. متوجه سوال من که شدید. آها.
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان عزیز شبکه کلمه. تسلیت عرض می کنم به بلوچستان و همه انسانیت متاسفانه کسی به داد بلوچستان نمیرسه و ناظران و رسانه های مختلف دنیا، سازمان های حقوق بشری و دولت های اروپایی اخبار امروز جمعه بلوچستان رو باید دنبال کنن، همانطوری که به جاهای دیگر حساسند. هر جمعه باید به اخبار خونین، سرکوب و کشتار مردم بلوچستان توجه بکنند. مردم بلوچ دارن سرکوب میشن. همکنون که ما شما فقط صحبت میکنیم، در اونجا مردم در محاصره هستند، در سراوان مردم در محاصره هستند. امروز پس از اون که مردم 100,000 نفر بیشتر در عیدگاه در مصلی جمع شدند که حتی در نمازگزاران در مصلی هم جایی نداشتند و در خارج از اون نماز میخوندند، به اعتراضات پرداختند، به اعتراضات جمعه خونین زاهدان. اما متاسفانه با گلوله‌های سربی سرکوبگران روبرو شدند. ما دیروز شاهد آن بودیم و رسانه ها و دنیا شاهد آن بودند که تانکرهای جنگ، نیروهای سرکوبگر از کرمان، از بیرجند و نهبندان و جاهای دیگر سرازیر می شدند به زاهدان و دیشب خواب نداشتند مردم بلوچستان و ما همچنین که اینها سرکوبی دیگر رو آغاز خواهند کرد. اما مردم دیگر نمی هراسند. مردم با دست خالی، با سنگ، با همون صدایشون در مقابل این سرکوبگران خواهند ایستاد، همچنان که الان ایستادند و امروز چند کشته و زخمی دادند و ما در ارتباط هستیم با بعضی از آنها با واتساپ و از طریقه های دیگر. و از جمله امروز هم ما یک کودک بلوچ رو نقش بر خونین، نقش بر زمین دیدیم. آیا این کودک بلوچ رو در رسانه های دنیا معرفی خواهند کرد که در بلوچستان نیز کودکی این گونه مظلومانه گلوله های سربین سرکوبگران رژیم رو داره دریافت میکنه؟ اینها باز هم در عصبانیت به سر میبرند و کافی نیست این که استاندار حسین مدرس خیابانی یا نیروی انتظامی تحریم شده توسط وزارت خارجه آمریکا. باید اینها به محاکم بین المللی معرفی بشند و قضات بین المللی اسامی اینها را که ما بارها معرفی کردیم، شورای تامین استان را و شورای عالی امنیت ملی که دارن دستور این کشتار رو میدن و همکنون این کشتار و سرکوبی که در بلوچستان در حال انجام هست و محاصره مسجد مکی، محاصره مردم در سراوان و همچنین استقرار نیروهای سرکوب در اکبر سراوان و تیراندازها، همه به دستور شورای عالی امنیت ملی که در رأس اون رئیسی، غالیباف و ایجه‌ای سرکوبگر و دیگر سران و فرماندهان نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعات در اون شریکند و دستورها رو سرازیر میکنند به طرف شورای تامین جهت سرکوب. باز میبینیم که شورای تامین شکل مزورانه میگیره، بیانیه های در واقع دو پهلو صادر میکنه که ما صدای شما مردم زاهدان رو و صدای مولانا عبدالحمید رو شنیدیم، اما باز میبینیم که این سرکوب ها هنوز ادامه دارد و میخواهیم از مردم ایران که مردم بلوچستان رو تنها نگذارند. رسانه ها بیشتر از این دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه از اخبار بلوچستان خبر بدن و تشکر میکنیم از شبکه کلمه که داره لحظه به لحظه اینها رو پوشش میده و همچنین از ایران اینترنشنال که
داره پوشش میده در حد تواناییش، اما ما انتظار داریم که لحظه به لحظه و بیشتر این مسئله رو انعکاس بده، طوری بشه که تمام نیروهای حقوق بشری بلوچ، کمپین فعالین بلوچ و دستگاه‌های حقوق بشری بیشتر از این دست به کار بشن و این افرادی رو که دارن سرکوب میکنند اینها رو بیشتر معرفی کنند، در توییت هایشون باشه و خود بنده همه اینها رو معرفی کردم، از جمله همین آقایی که نیروی انتظامی رو که الان عزل شده، این عزلش به درد ما که خودش اعلام کرد جناب که آقای همین جمعه گذشته 56 تن از اراضی رو. صدای شما مشکل داره، من باز خدمت شما برمیگردم ظاهرا. و بینندگان محترم که اگر خصوصا زاهدانی ها اگر می توانند گزارش زاهدان، چون الان به من خبر دادند که اینترنت در زاهدان کاملا قطع شده، اگه دوستان تماس بگیرند و با تماس ها به ما گزارش در مورد زاهدان که وضعیتش چطور بدن ممنون می شوم. و جناب آقای عبدالله عارف، اما پیش از این من یه تماسی بگیرم از بینندگان، شاید گزارش هایی داشته باشند و بعد برمیگردم خدمت مهمانان. سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید. هاشمی هستم. بفرمایید آقای هاشمی. خواستم صحبت کنم در شبکه. بفرمایید، شما وصلید. میگم شما چرا خب اینم تربیت آخوندا رو میخواست برسونه. سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. عمر شهبخش هستم از ایران. جناب آقای عمر شهبخش بفرمایید. یه پیام دارم. بفرمایید عمر. از سایدان تا ایران جان فدای ایران. یه پیام دیگه. بفرمایید. از سایدان تا ایران جان فدای شیخ الاسلام. بسیار السلام علیکم و رحمت الله. بسیار ممنون و متشکر جناب آقای عمر. پیام شما رسید، اما اگر دوستان زاهدانی گزارشی در مورد وضعیت شهر به ما بدن. بسیار ممنون. سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید. الو سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنید. الو سلام، خودتون رو معرفی کنید آقای. الو خودتون رو معرفی کنید. من آقای قلندرزئی هستم از سیستان بلوچستان. آقای قلندرزئی از کجا تماس میگیرید؟ آقای قلندرزئی از کجا تماس میگیرید؟ بفرمایید، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. قطع شدن. بیننده بعدی، خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. الو الو، خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. این بیننده هم قطع شدن. خودتون رو معرفی کنید بفرمایید. تلویزیون صدای گیرنده را ببندید، با گوشی با ما صحبت کنید. بفرمایید، شما وصلید به استودیو. خب بگردیم به مهمانا. ظاهرا این تماس ها زیاد قطع میشه. جناب آقای عبدالله عارف، دیدیم که در جمعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه بیش از 100 نفر کشته شدند و اگر اینا با یک حسابی نسبت به جمعیت زاهدان اگه نگاه کنیم، گویا در 1 ساعت در تهران بیش از 2000 نفر کشته شده، نسبت به جمعیتی که
تهران داره و جمعیتی که زاهدان داره. اگر این حادثه در تهران اتفاق می افتاد و بیش از 2000 نفر کشته می شد، دنیا را تکان میداد. اما اونطور که انتظار داشتیم در رسانه ها این مسئله مطرح نشد. به نظر شما علتش چیه؟ در حقیقت امر قضیه اینه که اگر با انصاف بگیم این دفعه در بعضی از رسانه ها قضیه خیلی پوشش پیدا کرد، در بعضی از سازمان های حقوق بشری این قضیه پیش برده شد. 2 روز پیش تقریبا جاوید رحمان در مورد زاهدان حرف زد. درست تعداد کامل کشتگان رو تعریف نکرد، نگفت، تعدادی کمی گفت، ولی خب بر اساس استاندارد اونها 60 نفر کشته شدن، گرچه این نیاز داشت که خود مردم بلوچستان بیشتر همکاری کنند تا تعداد کامل کشته شدگان بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری بتونن اونا رو درج بکنند. اما قضیه بلوچستان بالاخره در طول این 40 سال 43 سال جمهوری اسلامی ایران، رسانه های جمهوری اسلامی ایران بر علیه بلوچ ها سمپاشی کردند و همیشه قضیه قاچاقچی و تجزیه طلبی و این موارد رو مطرح کرده اند. برای همین ما جناب آقای عبدالعارف، صدای شما قطع شد. آقای عبدالعارف، من صدام هست؟ بله الان صدای شما هست، بفرمایید. چند لحظه ما صدا تصویر شما رو نداشتیم، بفرمایید. بله، حالا من نمیدونم دقیقا تا کجا شنیده شد، ولی به هر حال قضیه در بلوچستان چون 43 سال دولت سمپاشی کرده بر علیه بلوچستان، قضیه قاچاق، قضیه تجزیه طلبی رو در اذهان مردم گذاشته. درسته وقتی حادثه‌ای در تهران بیفته، تهران پایتخت هست، باز ما صدا و تصویر آقای عبدالعارف از دست دادیم متاسفانه. الان اتاق فرمان وصل شده یا نه؟ قطع شده. من همین سوال میخوام از جناب آقای بهرام خان میرلاشاری بپرسم. جناب آقای میرلاشاری، چرا به نظر شما درسته همانطور که جناب آقای عبدالعارف هم ذکر کردند نسبت به موارد قبلی این موضوع کشتار زاهدان در رسانه‌های مختلف در واقع پوشش داده شد تا حدودی، اما تا اندازه‌ای که ما انتظار داشتیم تا این حد نبود؟ به نظر شما چرا؟ خب من الان تا مهمانان وصل بشن، متاسفانه مهمانان قطع شدن، تا اونا وصل بشن من چند تا از کامنت های بینندگان رو میخونم و پیش از این یک میان برنامه کوتاه از اتاق فرمان میگیریم و بعدش خدمت شما با کامنت ها و تماس های شما بینندگان محترم برمیگردیم.
با سلامی مجدد خدمت شما بینندگان محترم، با ویژه برنامه در مورد کشتاری که امروز متاسفانه در زاهدان، نمازگزاران زاهدان صورت گرفت، در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. پیش از این هم همانطور که شما میدونید در 8 مهر ماه هم یک کشتار بزرگ بالای 100 نفر از نمازگزاران زاهدان توسط رژیم، تیراندازهای رژیم کشته شدند، به شهادت رسیدند و همچنین بیش از 300 نفر زخمی شدند. و امروز هم متاسفانه میبینیم که
چندین تن در واقع کشته شدند و چند نفر زخمی شدند. در سراوان هم چند نفر زخمی شدند. بعد از این که مردم زخمی ها را به بیمارستان منتقل کردند، از همانجا بازداشتشون کردند متاسفانه و با خودشون بردن. در این برنامه الان به ما پیوستند جناب آقای مهندس رحیم بندوی از اعضای ارشد حزب مردم بلوچستان. من خدمت شما جناب آقای بندوی عرض سلام و احترام دارم. من میخوام تحلیل شما را بشنوم جناب آقای مهندس. دیدیم که در 8 آبان ماه بیش از 100 نفر به شهادت رسیدند، 300 نفر زخمی شدند و در این مدت دیدیم که مولانا عبدالحمید موضعی بسیار قاطع گرفتند و ایستادگی کردند. در نتیجه اون ملت هم با مولانا عبدالحمید همراهی کردند. همه سران طوایف و علمای مردمی در خدمت ایشون آمدند و اعلام همبستگی و در واقع با ایشون بیعت کردند، بیعت مرگ کردند. اما امروز هم دیدیم متاسفانه اعتراض مسالمت آمیز مردم بلوچ بازم به خاک و خون کشیده شد و گزارش های غیر رسمی از کشته شدن بالای 10 نفر هست و یک کودکی هم کشته شده که تصاویرش در همه فضای مجازی پخش شده. ما به علت این که خیلی تصاویری هست که دیدنش مشکله برای بسیاری از بینندگان نمیتونیم در تلویزیون پخشش کنیم. من تحلیل شما رو میشنوم که با وجود اون کشتار، با وجود که اعتراضاتی نسبت به اون شد، امروز دیدیم کشتار شده و دیشب هم دیدیم فقط گفتند که ما در واقع 2 نفر را از عزل کردین، در حالی که مردم نمیخوان اینا عزل بشن. کلا این سیستمی که در بلوچستان هست باید کلش عوض بشه، تغییر بکنه و به دست خود مردم بومی بیفته. تحلیل شما رو میشنویم. من عرض سلام دارم خدمت میهمانان گرامی شما و به خصوص بینندگان محترم. ببینید آنچه که الان در بلوچستان داره اتفاق میفته شبیه همین مثلا در کردستان در حال اتفاق افتادن هست، با توجه به اینکه پریروز به هر حال 40مین روز قتل ژینا امینی بود. به هر حال در شهر ولادت او بسیاری از مردم به هر حال زده شدند و بسیاریشان هم به هر حال ادامه دارد هنوز اونجا. در ارتباط با مردم بلوچ، ببینید جمهوری اسلامی به طور مشخص به دنبال یک جنگ مذهبی تمام عیار در ایران هست، در منطقه هست. به همین دلیل میبینیم که حتی آنچنان به قول معروف صحنه سازی های از داعش رو در شاه چراغ شیراز مطرح کردند که به هر حال دروغ بودنش از هر زاویه بخوام نگاه بکنیم مشخص هست که ساخت و ساز خود اینا است و حتی تا جایی که اون کسی که به عنوان عامل مطرح شده یکی از نزدیکان بسیار بسیار آقای سلیمانی بودند، یکی از عربهای اهوازی است که همه میشناسند این کس رو. برحال کار ندارم به این قضیه، ولی مسئله اساسی اینجاست که جمهوری اسلامی به دنبال دقیقاً همون راه انداختن جنگ بین شیعه و سنی هست و این در واقع اخطاری است که همواره نیروهای سیاسی و حتی رهبران مذهبی بلوچستان هم بارها و بارها این مسئله رو مطرح کردن و امیدواریم که به اونجا نکشه، به اونجا نرسه. اما آنچه که بسیار بسیار مهم هست موضع‌گیری های جناب مولانا است واقعا. و به خصوص شما اشاره داشتید به این که بعد از 8 مهر و اون قتل عامی که در بلوچستان شکل گرفت، در زاهدان شکل گرفت و معروف هست به عنوان جمعه سیاه یا جمعه خونین زاهدان که ثبت در تاریخ شده است و هرگز محو نخواهد شد. به همین دلیل هم شعارهایی که مردم میدادند نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم و این ثبت شده در تاریخ، واقعا نه فراموش خواهد شد و نه بخشیده خواهند شد. به همین دلیل وقتی که این همه همبستگی رو جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی و بخصوص پس از آن که مولانا به درستی مطرح کردند که فرمانده کل قوا که آقای خامنه‌ای باشند، آمر هستند و عاملان هم به هر حال کسانی دیگه‌ای که به شکل‌های مختلف مطرح هستند. متاسفانه همچنان که مطرح فرمودید تنها کاری که اینا انجام دادن فقط اومدن 2 تا فرمانده نظامی رو خلع کردن به قول معروف، یا به هر حال از اونجا بیرونشون کردن و میفرستن یه جای دیگه ای که به شکل دیگه به قول معروف براشون یک بهتر باشه به یک شکلی، به دلیل اینکه هر کسی رو که در بلوچستان
اقدام به کشتن کرده یا مثل آقای کوچیکزئی که اقدام به تجاوز به عنف نموده است، اینها رو در واقع از اینجا میفرستن جاهای دیگه و شاید هم واقعا بینا یک سری امتیازات هم بدن و میدن و معمولا هم این کارو کردن، به دلیلی که تمام نیروهای سرکوبگر رژیم در بلوچستان و کردستان و منطقه الاهواز و برای سرتاسر ایران منتها بخصوص در این سه تا منطقه مسئولیت قضایی دارند. همچنان که در بلوچستان کارهای بسیار زیادی به شکل فراقانونی، حتی همون قانونی که خود جمهوری اسلامی داره رعایت نمیشه، به شکل دیگه انجام میدن. این مسئله مسئولیت قضایی فرماندهان کشتار متاسفانه به شکل نانوشته داره اجرا میشه. به همین دلیل هم مولانا در واقع راضی نشدن به این قضیه که فقط اون فرمانده‌ها رو مطرح کردن، به دلیل اینکه فرمودند که آمران و عاملان در واقع باید محاکمه بشن و مجازات بشوند. ببینید قتل بیش از 100 نفر و زخمی شدن صدها نفر واقعا یک قتل عام نیست که میشه این رو واقعا اگر چنانچه یک دولت پشتیبانی بکنه این قضیه رو واقعا به دادگاه لاهه، به دادگاه جنایی لاهه کشند و امیدواریم که پیدا شود یکی از این حکومت هایی که به هر حال به دنبال حقوق بشر هستند و به دنبال دموکراسی، ادعای دموکراتیک بودن دارن، پشتیبانی بکنه از این قضیه که این مسئله واقعا به دادگاه لاهه کشانده شود. نکته اساسی که خیلی مهم است، ببینید شما فرمودید که مردم بسیار زیادی واقعا و واقعا همینطور هست، سران اقوام بلوچ از گوشه گوشه بلوچستان، حتی از همون مناطقی که از بلوچستان جدا کردند و به استانهای همجوار خراسان و کرمان و هرمزگان در واقع وصلشون کردن، مسئولین و سران قابل اعتماد مردم اعلام از همان نقاط هم حتی اعلام همبستگی و حمایت از مولانا کردند. اما از کلمه بیعتی که شما فرمودید من واقعا بی‌نهایت خوشحال شدم زمانی که امروز به قطعه کوتاهی از سخنان مولانا گوش دادم. مطرح کردن که بیشون لقب امیرالمومنین دادند و لقب بیعت کردن دادن. میگفت من دوست ندارم این جور کلمات رو. به طور مشخص این مسئله رو مطرح کردند و تأکید داشتند بر حقوق شهروندی همه ایرانیان بلا استثناء، از اینکه دارای لباس روحانیت باشند یا دارای لباس کارگری و دارای لباس چوپانی باشند در بلوچستان و در هر کجای ایران. و این موضع‌گیری های مولانا صاحب هست که بیشتر ایشون رو در واقع به عنوان یک کسی که مورد اعتماد مردم هست و حتی مورد اعتماد بخش وسیعی از روشنفکران و نیروهای دموکرات بلوچستان هست، همین موضع‌گیری هست. و به همین دلیل هم فراموش نکنیم مولانا در واقع یکی از جایزه هایی رو که اون مؤسسه حقوق بشری که متعلق به خانم شیرین عبادی است و ایشون به هر حال یکی از برندگان جایزه صلح نوبل هستند، خانم نرگس محمدی جایزه صلحی رو به ایشون دادن. حالا بگذاریم از این که به هر حال در شرایطی که این مسئله طالبان افغانستان اتفاق افتاد، ایشون یه جمله‌ای رو مطرح کردن مولانا و به شکلی در واقع گفتن که ما پس میگیریم. اما واقعیت اینه که مولانا در واقع در مجموع یکی از برجسته ترین رهبران مذهبی اهل سنت هست که به دنبال حقوق برابر انسان هست. روی کلمه برابر ایشون تأکید داشتن. وقتی که این مسئله حقوق برابر رو مطرح میکنند و شهروندی رو مطرح میکنند، یعنی برابر حقوقی زن و مرد و یعنی برابر حقوقی هر انسانی که دارای هر بک‌گراندی باشه، دارای هر پیشینه‌ای باشه، از نظر قومیت و از نظر مذهب و از نظر به هر حال رنگ و از نظر جایگاه اجتماعی هر کسی که هستند. بنابراین به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران بی‌نهایت عصبانی هستند از مردم بلوچ و از موضع‌گیری های مولانا عبدالحمید و جمهوری اسلامی در هر صورت با توجه به اینکه همواره سیاستشون در ارتباط با مردم بلوچ حذف فیزیکی بوده است، به دنبال بهانه‌های گوناگون هست که این مسئله حذف فیزیکی رو به شکل اشد عملی بکنه. بنابراین بسیار مهم است، همچنان که مولانا هم تاکید داشتند، به شکل مسالمت آمیز مردم بلوچ در هر گوشه و کنار بلوچستان باید به اعتراضات مسالمت آمیز خودشون بر علیه جنایت هایی که جمهوری اسلامی در بلوچستان و در سرتاسر ایران در حال انجام دادن هست مقاومت کنند. و همین مقاومت خواهد بود، مقاومت توده های مردم خواهد بود که جمهوری اسلامی توان روبرویی با آنها را ندارد. فراموش نکنیم اتفاقا جمهوری اسلامی از خدا میخواهد
کلی طرح ریزی هم در این رابطه کرده است که مردم رو وادار به دست بردن به اسلحه بکنه. خواهشاً مردمی که دارن این پیام رو میشنوند تا جایی که امکانش هست گوش کنن به حرف مولانا صاحب، با توجه به اینکه تاکید بر همزیستی مسالمت آمیز و تاکید بر حقوق شهروندی و تاکید بر برابری حقوق دارند و تاکید بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات بر حق مردم دارند تا جایی که میتونند، ضمن اینکه در هنگام تظاهرات حق دفاع از خودشون دارند و این یک حق پذیرفته است در سرتاسر جهان و از نظر حقوق بشر، ولی لازم هست که به شکل گروه‌های مسلح بخوان وارد درگیری شوند. این همان چیزی است که جمهوری اسلامی به دنبالش است و تا آنجایی که امکانش است باید خودداری کرد و مدارا نمود. بسیار ممنون و متشکر جناب آقای مهندس بندوی. جناب آقای ملازی، جناب آقای بندوی اشاره داشتند به طرف اعلام همبستگی همه اقوام و طوایف بلوچ، چه از بلوچ هایی که حتی الان سرزمین اونها به استان کرمان و خراسان داده شده، اما اونها هم اعلام همبستگی کردن. همچنین کلیپ هایی هست که بلوچ هایی از بلوچستان جغرافیای پاکستان و افغانستان هم اعلام همبستگی با مولانا عبدالحمید کردند و اعلام کردند که ما از ایشان حمایت میکنیم. در مورد این اعلام همبستگی ها و این اتحادی که شکل گرفته، به نظر من فکر نکنم در این 100 سال اخیر حتی این چنین اتحادی در میان همه اقوام و طوایف بلوچ باشه که از یک نفر تا این حد اعلام حمایت کنند. در این مورد من صحبت های شما رو میشنوم. بله، در مورد حرکت مردم در بلوچستان واقعا در بین اعتراضها و جنبشی در ایران متمایز است. مولوی عبدالحمید به عنوان یک شخصیت مورد اعتماد اهل سنت ایران و مردم ایران و بخصوص مردم بلوچستان جایگاه ویژه‌ای در این اعتراضات و حق طلبی ها پیدا کرد، به نحوی که کسی دیگر در ایران به عنوان رهبر یک حزب، رهبر یک گروه به این نحو، به این مقدار از خودگذشتگی نشان نداده و اینقدر هم مطرح نشده که ایشون مطرح شدن. ایشون هم جایگاه الان رهبری داره برای مردم مسائل سیاسی، هم به عنوان رهبر مذهبی اهل سنت ایران و اهل سنت بلوچستان هست و با این اتحاد امروز ایشان به عنوان یک سرگروه و به عنوان یک سردار پرچمدار در واقع همه اقوام در بلوچستان هست، هم به عنوان سرداری که همه ریش سفیدان و طوایف اومدن با ایشون اعلام همبستگی کردند و حتی بیعت عقبه، بیعت مرگ تا پایجان ایستادند و ایشون خودشون از اون القاب که نمیخواهند که هم به عنوان بیعت خونده بشه، هم به عنوان نمیدونم رهبر و فلان، از این القاب رو در یک صحبت چند دقیقه کوتاه توضیح دادن که این القاب رو به من نگید. ایشون جایگاه خاصی پیدا کرد و مردم جنبش بلوچستان به خاطر جمعه خونین 8 مهر بلوچستان در تمام ایران جایگاه متمایزی پیدا کرد. بیشترین شهیدان رو مردم زاهدان و مردم بلوچستان دادند تا جایی که نیمی از در واقع هزینه و خونبها و شهدایی که در تمام ایران و سرکوبی که در تمام ایران داره میشه، یک تنه بلوچستان به همین اندازه هم شهید داده و هم هزینه میبینه. و همین بلوچستان رو 43 سال است که سرکوب شده و 43 سال است که رفسنجانی شروع کرد اینجا رو تنگه احد نامید و از همون موقع که ما میبینیم هنوز اینجا رو تنگه احد به معنای شکست این سرکوبگران اگر روزی
پیش بیاید از بلوچستان خواهد بود. به درستی این داره معنی میشه، نه این که مردم بلوچستان سلاح به دست ایستاده‌اند و دارند خشونت طلبی میکنند. با همین روش مسالمت آمیزی که پیش گرفته‌اند، با همین اعلام پیمان همبستگی و بیعتی را که کرده‌اند، رژیم رو به لرزه در آوردند. خامنه‌ای و سرکوبگران شورای تامین و شورای عالی امنیت ملی رو به لرزه در آوردند و مردم که در تمام ایران به قیام ایستاده اند اونها رو دلگرمی دارن میدن و با وجود این هنوز ما احساس تنهایی میکنیم. هنوز رسانه ها آنچنان که باید پوشش بدهند پوشش نمیدهند. ما تشکر میکنیم از کلمه و در حد خود، در جایی که وقت در واقع وقت هست برای اینترنشنال، البته ما باز هم انتظار داریم که این رو بیشتر پوشش بده. همکنون چهره کودک بلوچ 12 ساله رو که نقش بر زمین از خونین هست، ما انتظار داریم که این رو به دنیا چنان برسونید که در مجالس تمام اروپا و در کشور آمریکا و در روزنامه های آمریکا عکس این کودک منعکس بشه که نشانه محرومیت در بلوچستان و نشانه عمق سرکوب این خشونتگران و به اون خشونتی که دارند، نهایت خشونت در بلوچستان روا می‌دارند، این باید به خوبی اعلام بشه. و از طرفی دیگر ما می‌خواهیم از حقوقدانان بلوچ، از اون حقوقدانهایی که دیروز نوری رو به پای محاکمه در مصر، در محاکمه در سوئد کشاندن، امروز هم ما از اونها می‌خواهیم که این پرونده رو در دست بگیرند. تمام شواهد و مستندات موجود است. و همچنین ما از در واقع جاوید رحمان می‌خواهیم که بیشتر توجه بفرمایند. اعلام 66 نفر از تقریبا داره از 100 نفر بیشتر رفته. ایشون دقت را با توجه به این که اونها خیلی سختگیر هستند برای اینکه نیاز به مستند و شناسنامه و حتی عکس و مصاحبه با خانواده دارند برای اثبات یک شهید و کشته. البته این مستنداتی رو که دارند روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و اون روشنفکران بلوچی که مصاحبه میکنن، منابع خبرگزاری بلوچ که اینها رو دارن میدن، این رو ذکر بکنن که با توجه به این که اسم 100 یا 150 نفر برده شده، مثلا 66 نفر آن پیش ما تایید شده. بلوچستان دیگر کوتاه نمی آید. اگر هم یک تعاملی داشت به نام ملای علما و ریش سفیدان با این حکومت، دیگر اون تعامل تبدیل به تقابل شده برای این که نهایت وحشیگری و سرکوب و بیرحمی در بلوچستان مشاهده شد. دیگر هیچ گونه رشته بین جوانان ما، بین دختران و پسران ما، علمای ما، نخبگان و ریشسفیدان ما با این رژیم خونخوار وجود ندارد و نهایتاً راه عقب‌گردی برای بلوچ و برای قیام و جنبش مردم ایران وجود ندارد تا سرنگونی این ظلم و استبداد مردم همچنان در صحنه حاضر هستند. بسیار ممنون و متشکر. من چند تا از کامنت های بینندگان محترم را که در یوتیوب کامنت گذاشتن برای بینندگان محترم بخونم. یکی از بینندگان نوشته درود به ملت آزادیخواه. بیننده دیگه نوشته درود و تسلیت به مردم به بلوچستان. درود به شرافت و شجاعت جوانان سرزمین. یکی دیگر از بینندگان نوشته زنده باد بلوچستان، مردم ایران قدردان مردان شجاع بلوچ و شیرزنانشون هستند. یکی دیگر از بینندگان برای ما نوشته بچه ها را مدرسه نفرستید، پاساژ، سینما، مراکز خرید نروید.
یکی دیگر از بینندگان نوشته شما با ایران مشکل دارید یا بر رژیم؟ این که معلوم است که ما با رژیم مشکل داریم. یکی دیگر از بینندگان نوشته اتفاقا بهترین اعتصاب دانشگاه و مدارس است که باید انجام بشه و سایر اداره و شرکت ها مخصوصا بازاریان عزیز. یکی دیگر از بینندگان نوشته درود به شرف هموطنانی که بلوچستان را تنها نمیذارند. یه بیننده دیگه نوشته من به عنوان یک شیعه از برادران اهل سنت کشورم و مولوی عبدالحمید حمایت و ابراز همدردی می کنم. و یه بیننده نوشته که به یک ایران پشت بلوچستان هست. یک بیننده نوشته الله حافظت کند برادر شیعه، که یکی بینندگان قبلش پیام داده بود، در جواب اون نوشته. یه بیننده نوشته من هم به عنوان یک ایرانی غیر بلوچ ابراز همدردی می کنم با مردان سرزمین بلوچ. و یکی دیگر از بینندگان هم جواب داده. اون بیننده‌ای که سوال کرده با شما با رژیم مشکل دارید یا با ایران، نوشته با رژیم مشکل داریم. یکی از بینندگان نوشته یکی از بخش‌های پالایشگاه امروز اعلام کرد که از فردا به اعتصاب می‌پیوندد. بیننده دیگه نوشته درود بر برادران شیعه یا حتی بیدین که به عقاید دیگران احترام می‌گذارند. کامنت ها خیلی زیاد است که نمیشه همه کامنت ها را خون. در ادامه برنامه به عنوان آخرین سوال و در واقع جمع‌بندی من میخوام هر یکی از مهمانان بزرگوار 4 دقیقه جمع‌بندی سخنان خودشون را و پیامی که برای ملت ایران و ملت بلوچ دارند بگن. جناب آقای بهرامخان میرلاشاری، پیام شما به ملت بلوچ و ملت ایران چیست؟ در 4 دقیقه لطفاً. بله، من عرض کنم خدمت شما، ما تمام عرایضمون و درخواستمون از مردم بلوچ و ملت ایران همینه که به همین صورت که اتحادی رو به وجود آوردن، همین اتحاد رو محکمترش بکنن و بلوچ باید پشتیبان ملت فارس باشه، ایران، و ایرانیا یا فارس زبانا پشتیبان ملت بلوچ باشند تا این حکومت از این مملکت سرنگون بشه و مردم به آسایش و آرامشی داشته باشند برسند. عرض کنم خدمت شما و به همین صورت الان البته جمهوری اسلامی برای خرابکاری اصلا کارش همینه، ضمن این که برای بلوچستان همین مسائل و کشتار رو انجام میده. مثلا در حمله‌ای که در شاهچراغ شیراز کردن به خاطر اینکه بخوان ملت رو سرکوبش بکنند، خودشون دست به کار میشن، 2 نفر رو میفرستند، شاهچراغ به رگبار بسته میشه، تمام زائرین اونجا به قول معروف به وحشت در میان، 10-20 نفر زخمی و نمیدونه 10-15 نفر هم کشته. این اصلا کار جمهوری اسلامی است که به همین وحشت انداختن بین مردم. ولی الان بلوچستان دیگه ما فکر نکنم اون چیزی که جمهوری اسلامی آرزو داره به آرزوش برسه. انشالله با همین همبستگی که دارن ما از تمام قشرهای بلوچستان، حتی از بلوچهایی که در بندر عباس یا در کرمان یا در استانهای خراسان اگر زندگی میکنند، ما از همهشون تقاضا داریم این همبستگیشون خودشون رو با بلوچستان اعلام بکنن و پشتیبانی از مولوی عبدالحمید باید انجام بدن و همین پشتیبانی، همین اتحاد بلوچ‌ها هست که با انشالله به اون عزت و کرامتی که دارند خواهند رسید. در غیر این صورت ما ظرف 43 سال فقط ما کشته شدیم و زده شدیم و زندان انداخته شدیم و از بین برده شدیم، فقط نااتحادی و به قول معروف ساکت شدن ما بود. حالا که به حساب الان این مسئله پیش آمده با 100 نفر، درسته که ما بلوچستان 100 نفر کشته دادیم، ولی الان دنیا بلوچستان رو میشناسه که بلوچستان چه جایی هست. بلوچستانی یه به قول معروف یه سرزمینی هست برای خودشون. قبل از این شاید کشورهای اروپایی به اون صورت اسم بلوچستان نشنیده بودن، ولی الان با این مسائلی که پیش آمده، با این
به حساب تظاهراتی که امروز در زاهدان به وجود آمده، با این جمعیتی که الان جمع شده، بالاخره به دنیا میبینه که بلوچستان یه سرزمینی هست. حالا با قول معروف اگر جزئی از ایران هست، ولی به هر حال اینا یه ملتی هستن، اینا یه مذهبی جدایی از خودشون دارند، اینا یک عزت کرامتی داشتند که الان به این صورت جمع شدن و ما امیدواریم که این اتحاد به همین صورت که هست به همین صورت پیش بره. و از اینکه شما خبر اعلان همبستگی مولوی عبدالرحمن به ما دادید، من واقعا سپاسگزارم، خوشحال شدم از این مسئله و ما امیدواریم که تمام رهبران مذهبی در هر نقاط بلوچستان و حتی به حساب سردارا یا ریش سپیدای تمام بلوچستان به همین صورت بیان در زاهدان، یا اگر زاهدان هم نباشند ولی در همون نقطه‌ای که هستند اعلان همبستگی بکنند به اون دستوری که مولوی عبدالحمید یا مولوی نقشبندی به اون داده میشه، به همون دستور عمل بکنند و انشالله ما پیروز خواهیم شد. بسیار ممنون و متشکر. جناب آقای بندوی، صحبت‌های پایانی شما و پیام شما به ملت بلوچ و ملت ایران. متشکر. ببینید، ما آنچه که الان در ایران یک جنبش همگانی و فراگیر، نه تنها در ایران بلکه در جهان فراگیر شده و پشتیبانان جهانی در واقع پیدا کردن، اون درد مشترکی است که در واقع یک جمعی از انسان‌ها دارند و این جمع از انسان‌ها در مقطع کنونی زنان هستند که در ایران و در کل منطقه خواهان همین شعاری هستند که زن، زندگی، آزادی در واقع باعث شده است که همه جای ایران برخیزند و یک صدا باشند. بنابراین آن کسانی که به عنوان رهبران جامعه هستند، اگر چنانچه نیاز زمان رو درک نکنند، خود به خود به عقب انداخته خواهند شد. و از این بابت که مولانا عبدالحمید صاحب این قضیه رو و در واقع این نیاز زمان رو دقیقا لمس کردند و درک کردند و الان در واقع این همه پشتیبان از مردم بلوچ دارد، بیانگر این است که واقعا ایشون این پیام اصلی رو درک کردند، گرفتند. و فراموش نکنیم که این پیام رو نسل جوان، نسل جدید دادند، نه نسل من و نسل‌های قبل از من. به همین دلیل این بسیار مهم است که این همبستگی سرتاسری رو تا آنجایی که امکانش هست باید کوشش کرد که حفظ کرد و برای اینکه این همبستگی سرتاسری فراهم به قول معروف به شکل بهتر اجرا شود، مهم است که اون نکته هایی رو که الان به شکل عمومی در سرتاسر ایران مطرح می شوند پیگیر اونها باشیم، نه اینکه فقط به دنبال به قول معروف نکته هایی که مسائلی که مخصوص فقط منطقه خودمان هست. هرچند که ما دردهایمان بیشتر از تمام مناطق ایران هست، ولی تلاش شود آن کسانی که کنشگران آنجا هستند برای این حفظ همبستگی در واقع مسئله روز رو درک کنند و در اون جهت حرکت کنند. ببینید، فراموش نکنیم نکته‌ای که بسیار بسیار مهم است، جمهوری اسلامی از آنجایی که توانایی پاسخگویی به خواستها و نیازهای مردمان سرتاسر ایران رو نداره، رفتنی است بدون شک. و برای اینکه این ماندگاری خودش رو به شکلی تا چند روز دیگری فراهم بکند، به دو تا نکته اساسی در واقع دست انداخته است و در حال اجرا کردن آن است. فراموش نکنیم که لازم است برای خنثی کردن این دو تا بهانه تمام تلاشمون رو بکنیم که نتونیم جمهوری اسلامی موفق شد. یکی انگشت روی مسئله تجزیه طلبی گذاشته است، به همین دلیل کردها و بلوچ‌ها را این چنین قتل عام می‌کند، و یک نقطه دیگر هم در ارتباط با مسئله در نهایت راه انداختن جنگ شیعه و سنی است، جنگ مذهبی است، جنگی که در واقع از آغاز حاکمیت خودش بر ایران شروع کرده. این هم بسیار مهم است تا جایی که امکانش هست تلاش شود از تمام رهبران مذهبی، چه از شیعه و چه از سنی، جلوی این فتنه ای رو که جمهوری اسلامی، آتشی رو که جمهوری اسلامی برای جنگ مذهبی روشن کرده است گرفته شود. چون این جنگی اگر اجرا شود همه در آن خواهیم سوخت، فقط از این طرف یا از آن طرف نخواهد بود، در واقع گناه و بیگناه در این آتش خواهند سوخت. بنابراین بسیار مهم است که
آنهایی که در بلوچستان در واقع با مولانا صاحب اعلام همبستگی کردند، این همبستگی رو محکم نگه دارند و به پیش ببرند و ما امیدوار هستیم که مولانا صاحب هم این نیاز زمان رو درک کرده است که چه باید بگوید و چطور این همبستگی رو حفظ کند و تا زمانی که ایشون در واقع این جایگاه رو در میان مردم دارن، بر ایشان فرض هست که حقوق تک تک این افراد مختلف این جامعه رو باید پشتیبانش باشند و با پشتیبانی از حقوق شهروندی همه بلوچ ها هست که مولانا میتوانند رهبری باشند که مورد حمایت و پشتیبانی همه مردم باشند، نه تنها در بلوچستان بلکه در کل ایران. این مسئله قطعا به پیش خواهد رفت به همین شکل. بسیار ممنون و متشکر. جناب آقای ملازی، پیام شما به ملت بلوچ و ملت ایران را میشنوم. همه مردم بلوچستان و بخصوص آنهایی که هماهنگی در واقع مردم رو به عهده دارند، من عرض می کنم و خدمت همه مردم بلوچستان و بخصوص مردم زاهدان و مردم سراوان من تسلیت عرض می کنم. باز امروز زاهدان و سراوان در خون غلتید و مردم با همون شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر بسیجی، میکشم آن که برادرم کشت و در واقع با همین شعارهایشون همه اون سرکوبگران رو در واقع جوابشون رو دادن، یعنی با دست خالی یا با سنگ و یا با همین شعارشون جواب سرکوب اونها را دادن. همین که مردم در کنار همدیگر در مصلی و عیدگاه زاهدان 100,000 نفر تجمع کرد تا جایی که مصلی و عیدگاه جا نداشت و مردم در حاشیه و خیابونهای آن برای اقامه نماز جمعه کردند و از جاهای مختلف اومده بودند، نشان دادن همبستگیشون رو. دوباره من عرض می کنم که تبریک عرض می کنم به شما و بر این اتحاد شما، این اتحاد رو محکم نگه دارید. برادران شهبخش، شهنوازی، براهویی، میربلوچزهی، ناروی و همچنین صلاحزهی، زردکوهی، رئیسی، ریگی، حملی، برهانزهی، لاشاری، مبارکی، سردارزهی و همه این و قبایلی که در بلوچستان وجود دارند، این همبستگی خودتون رو بیشتر اعلام بکنید و بیشتر حفظ بکنید تا همانطوری که رژیم بر خود لرزیده است و نیرو از کرمان و بیرژن میاره، این همبستگی خود را نگه دارید. و همچنین من عرض می کنم که زنان ما را فراموش نکنید. همچنان که علمای ما هستند، نخبگان ما هستند، دانشجویان ما هستند، پسران و دختران ما هم هستند. نقش دختران را نباید فراموش کرد. ما در همین در واقع سرکوبی هایی که در زاهدان داشتیم، دانشجوی دختر بلوچ رو در اون زندانی شده بود که الان آزاد شده بود. خانم هاشمزهی دانشجو بود که ایشون رو زندانی کردن و الان آزاد شد. پس نقش زنان ما رو هم دست کم نگیرید و اونها هم در واقع اعتراضشون و در واقع کسانی هستند که بچه های خودشون رو از دست دادن، شوهران و برادران و کسان خودشون رو از دست دادن. اونها رو هم دست کم نگیرید و اونها رو همراه خود داشته باشید. و جایگاه شما جایگاه بسیار حائز اهمیتی است در ایران. هم حق خود را فراموش نکنید. درسته ما در بلوچستان بیشتر از همه مردم ایران 43 سال ستم دیده ایم و همکنون هم بیشترین هزینه رو داشته ایم، بیشترین کشته و سرکوب رو داشته ایم، اما کم کم داره برای دنیا ثابت میشه، برای محاکم، برای مراکز بین المللی و دولتها و همچنین مجامع حقوق بشری
در واقع معلوم میشه که این 43 سال بلوچ راست میگفت اما ما نشنیدیم. پس همینطور ادامه بدهید و با همین شعارتون و با همین حضورتون در اعتراضات شما در واقع دارید این رژیم رو به زانو در میارید و به امید اون روزی که ما شاهد اون باشیم که دیگر شما خواستار محاکمه عاملان کشتار زاهدان نیستید، بلکه عاملان آن در مرکزند. تا موقعی که عاملان آن در این کشور باشند و بر این کشور حکومت کنند به همین نحو خواهد بود. و در ادامه ما هم شنیدیم الان اخباری از در واقع آشار و بخشان که اینها هم شب هنگام هم یه اخباری رسید که اینها هم اعتراضاتشون رو شبانه در واقع اعلام کردند و در خیابونها و مراکزی که داشتن در اونجا تجمع کردند، اعتراض کردند و شعار نویسی کردند به امید اتحاد بیشتر. و همچنین فراموش نکنید نقش عبدالغفار نقشبندی رو. ایشون با شجاعت تمام و حتی بیشتر از مولانا عبدالحمید در واقع حاضر است هزینه بکند، اما خودش در کنار مولانا عبدالحمید باشد ارزشی بسیار بالاست و یک دلگرمی برای اعتراضات مردم بلوچستان و از ایشان حفاظت کنید و به ایشان ما سلام پیش میکنیم. بسیار ممنون و متشکر جناب آقای ملازعی. از شما بینندگان محترم که با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم به امید پیروزی این انقلاب بزرگ ملت ایران و همچنین ملت بلوچ. من از همه مهمانان عزیزی که با من همراه بودن تشکر و قدردانی میکنم. جناب آقای عبدالله عارف مدیر کمپین فعالین بلوچ، جناب بهرام خان میرلاشاری از فعالان سیاسی بلوچ، جناب آقای مهندس رحیم بندوی از اعضای ارشد حزب مردم بلوچستان و جناب آقای عبدالرؤوف ملازعی تحلیلگر سیاسی مسائل بلوچستان. تشکر و قدردانی می کنم از شما. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.